زیادی از مسلمانان امروز به این عقیده هستند که مهم قلب پاک باشد. من میگویم که عمل کن تا قلبت پاک شود، زیرا قلبی که عمل نمی کند هرگز پاک نخواهد شد. قلبی که نماز نمیخواند هرگز پاک نخواهد شد. قلبی که روزه نمیگیرد و از برای دینش به مردمش خدمت نمیکند هرگز پاک نخواهد شد. این عقیده هایی که امروز برای مردم مسلمان جاری کردن از این دوری جویید، زیرا ما از اسلام به خود فرایضی داریم و اون فرایض را باید اجابت کنیم. باید از برای خدا چیزی را که برامون فرض کرده است چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم و عمل کنیم. زمانی ما فرایض خدا را عمل نکردیم هرگز قلبی که خدا را تازه و پاک میکند تازه و پاک نخواهد کرد. پس عمل کن تا قلبت پاک شود. خدا یارد.